به نام خدا، من بنی اسدی هستم با یک سری جدید از آموزش‌های GIS ردی در خدمت شما عزیزان هستم. بحثی را که امروز در ارتباط با GIS در خدمت شما عزیزان هستیم، بحث آماده سازی نقشه‌ها برای ورود به محیط GIS است. من باید خدمت شما عرض کنم که در حال حاضر نقشه‌هایی که وجود داره معمولاً با فرمت GIS هم تولید میشه، به خصوص اگر شما نقشه از سازمان نقشه برداری دریافت کنید یا سفارش تولید به سازمان نقشه برداری داشته باشید. معمولا نقشه ها در دو فرمت اتوکد و GIS تحویل اون کارفرما میشه و بر اساس اون نیازی که اعلام کرده نقشه ها تهیه به آمد. بنابراین نقشه ها معمولا اکثرا نقشه‌های تولیدی سازمان نقشه برداری GIS ردی هستن و شما میتونید مستقیما فایل شیپ را دریافت کنید و در GIS کارهای خودتون رو انجام بدید. ولی در این حال بعضی مواقع این مورد هم پیش میاد، ممکنه شما خودتون یک نقشه تولید کنید و یا یه نقشه رو از یک سازمان دریافت کنید که این نقشه فرمت GIS نداره، فرمت CAD هست و شما باید خودتون بحث GIS ردی رو انجام بدیم. ما با این فرض دوم، یعنی نقشه که ما از یک سازمان یا یک شهرداری دریافت کردیم و این نقشه GIS ردی نیست و در محیط CAD است و ما نیاز داریم که این را به کارهای GIS ردی روی اون انجام بدیم، بتوانیم در محیط GIS از اون استفاده بکنیم. به همین خاطر من در این جلسه امروز یک محدوده خیلی کوچیک از یک شهر را دریافت کردم که میخوام روند GIS ردی کردن این نقشه رو در محیط CAD و GIS با هم در آموزش امروز انجام بدیم. خب اولین کاری که باید بکنیم، خب باید بریم نقشه ما رو یه بررسی بکنیم ببینیم چه اطلاعاتی در این نقشه است. بنابراین من این فایل رو در محیط اتوکد باز کردم. البته قبل از اینکه این نکته رو آموزش رو ادامه بدیم، این نکته رو خدمتتون باید عرض بکنم که برای بحث GIS شما باید از نسخه اتوکد مپ، حالا از ورژن 2015 تا 2026 هم الان موجود است. به طور مثال حالا نسخه که من اینجا دارم استفاده میکنم نسخه اتوکد مپ 3D 2025 است. حالا شما میتوانید ورژن های دیگه هم استفاده بکنید، چون در واقع اتوکد مپ بحث GIS ردی را پشتیبانی میکنه و انواع خطاهای توپولوژیکی ها برای شما برطرف میکنه و توپولوژی هم میتونید شما از اون تهیه بکنید و سایر کارهای GIS دیگر را که داره، از جمله تحلیل شبکه و خیلی از موارد دیگه که حالا ما وارد اون مباحث نمیشیم. خب قبل از اینکه شما بحث GIS ردی را در محیط اتوکد انجام بدید، فایلی را که دریافت کردید یه بررسی بفرمایید، ببینید چه اطلاعاتی در اون فایل تو وجود داره و شما چه کاری میخواید انجام بدید. فایلی که من دارم به این صورت است که یک محدوده از یک قسمت از شهر هست. این تعدادی لایه در اون هست. حالا من لیست لایه ها را از این قسمت روی در محیط اتوکد من دارم این خدمت شما عرض میکنم. من روی قسمت لایر پروپرتی منیجر کلیک میکنم و اینجا شما لیست لایه ها را کامل میتونید ببینید. لایه های شما هم میتونن چند وضعیت داشته باشن. میتونه لایه شما، من یکی هم لایه ها را عرضشون رو باز کنم که بهتر بتونید ببینید. لایه های شما میتونه حالت خاموش و روشن باشن، زمانی که روی آن هست حالت روشن بودن را نشون میده. میتونه لایه شما فریز و آن فریز باشه که حالا لایه هایی که فریز هستن یعنی شما نمیتونید کاری روی اونا انجام بدید و همچنین لایه هاتون میتونه لاک یا آن لاک باشه که منظور قفل بودن و یا قفل نبودن است. بنابراین ما این لایه های اطلاعاتی را در اینجا داریم. ما هم لایه پلیگونی داریم که همین لایه های بلوک های ساختمانی ما هستن و هم لایه های نقطه‌ای داریم که مثل هتل، بیمارستان، مدرسه و منحول های که مربوط به آب و فاضلاب است و هم یه سری لایه های خطی داریم از جمله لایه خیابان ها و لایه های تکست و یه سری عوارض دیگر رو داریم. چون من در واقع در اینجا میخوام دو تا کار انجام بدم. یکی میخوام بحث پلیگون ها ما از توی این شیپ فایل به صورت لایه و عذرخواهی میکنم از توی فایل CAD به صورت یک لایه شیپ با فرمت
پلیگون در بیارم، بنابراین من به این لایه پلیگون توی این لایه خیلی نیاز دارم و لایه ها نقطه‌ای هم که بعدا در مورد استخراجشون توضیح میدیم و لایه خیابان ها هم که مهم است. ما این سه تا لایه را باشون کار داریم، هم با لایه پلیگون که همون محدوده بلوک های ساختمانی است، هم لایه های نقطه‌ایمون که مدرسه و هتل و بیمارستان و هم لایه های خطیمون که لایه خیابون است. خب من برای اینکه کارم راحت‌تر توی محیط کد انجام بشه و از این شلوغی لایه ها جلوگیری بکنم و در هنگامی که بحث GIS ردی رو انجام میدم تداخل پیش نیاد، من تمامی لایه ها رو خاموش میکنم و تنها اون لایه‌ای که نیاز دارم رو فعال میکنم. من فعلا میخوام بحث GIS ردی رو لایه بلوک های ساختمانی انجام بدم. بنابراین من در همین پنجره کافیه که روی یکی از لایه ها راست کلیک بکنم و از پنجره باز شده سلکت آل را انتخاب میکنم و تمامی لایه ها را روشون کلیک میکنم که خاموش بشن. فقط کافیه اون لایه فعال، لایه را که نیاز دارم اون را کامل روشن میکنم که بقیه لایه ها دیگه خاموش باشه. حالا نکته دیگه باید انجام بدید، سایر لایه ها رو همچنین فریز و لاک نیز بکنید که در بحث GIS ردی برای شما مشکل ساز نشه. بنابراین من دوباره روی همین یکی از لایه ها راست کلیک میکنم، سلکت آل را انتخاب میکنم و در قسمت فریز همه را فریز میکنم به جز اون لایه جاریم که همون لایه بلوک های آماری است و همچنین یک کلیک میکنم که تمامی لایه ها هم لاک بشن به جز همون لایه بلوک آمار که اونم از حالت لاک در میارم. به این صورت شما الان تمامی لایه های شما دیگه در بحث GIS ردی مشارکت ندارن، تنها میتونید لایه بلوک های آماریتون رو این کار انجام. حالا لایه بلوک های آماری ما عمدتاً به صورت پلیلاین بسته هستن، ولی مواردی هم داریم که پلیلاین بسته نیستن و ما باید این کار رو انجام بدیم. خب من دیگه این پنجره رو میبندم، نیاز به اون نداریم و وارد مباحث اصلی GIS ردیمون میشیم. خب بعد از اینکه لایه اصلیمون رو فعال کردیم و بقیه لایه ها همه فریز شد، ما در منوی اصلی نرم افزار با دو بخش اصلی کار داریم تو نرم افزار اتوکد مپ 3D. یکی بحث مپ درافتینگ هست، یکی هم مپ دیتا آنالیز هست که شما در بخش مپ درافتینگ بحث کلین آپ کردن یا رفع کردن هم خطاهای توپولوژی دارید و در بحث مپ نیست که اون بحث های آنالیز و ساختن توپولوژی داریم. بنابراین ما در همون مپ درافتینگ کلیک میکنیم در پنجره باز شده روی تولز و از این پنجره دراوینگ کلین آپ رو انتخاب میکنیم. در این پنجره خب چند تا نکته رو باید به نرم افزار معرفی کنیم. نحوه انتخاب عوارض خود نرم افزار انجام بده یا شما میخواید انجام بده که ما میگیم خود نرم افزار انجام بده. لایه‌ای که میگیم میخواد عوارض هم تو انتخاب بشه، خب ما لایه اون به طور پیش‌فرض چون همه را غیر فعال کردیم همون لایه فعال هست، نیازی نیست تعریف بکنیم. بعد در اینجا روی نکست کلیک میکنیم. اینجا انواع خطاهای توپولوژی هست، از جمله دابلیکیت ها، خطوطی که تکراری روی هم هستند، اریز شورت آبجکت یا عوارضی که بسیار کوچک و جزئی هستند. در نرم افزار میگیم اونا را پاک بکنه. بریک کراسینگ آبجکت، جایی که عوارضمون باید متقاطع هستن و یه بریک نیاز داره یا شکست داره، اون شکست رو برای ما انجام بده. اکستند آندرشوت، اون آندرشوت ها یا نرسیدگی خطوط ها برای ما انجام بده. جایی که اینترسکشن باید ظاهر باشه و تو نرم افزار وجود نداره این کار انجام بده. اسنپ کلاستر نود هایی که خیلی نزدیک به هم هستن، اینا رو در واقع و هیچ نقشی در جدا کردن یک عارضه جدید ندارن، اینا رو به هم اسنپ کنه. دیزالف پسودو نود هم اون نودهای مجازی که وجود دارن و به درد کاربرد و چه ندارن پاک بکنه. و اریز دنگل آبجکت هم که اون دنگل های آبجکت هایی که دنگل هستن یعنی رد شدگی ها رو برای ما پاک کنه. سیمپلیفای هم که اون عوارض ما رو تا جایی که ممکنه سیمپل بکنه. و زیرو
لنس آبجکت هم که اون خطا در واقع اون آبجکت هایی که طولشون زیر صفر است اونا رو کلا حذف بکنه و بنابراین ما تمامی اونا رو انتخاب میکنیم و توی پنجره سلکتد اکشن میندازیم. من روی مورد اولی که انتخاب شده است دکمه شیفت پایین نگه میدم و روی آخرین موردم کلیک میکنم و اینا رو به پنجره بعدی منتقل میکنم. بعد روی نیکس میزنم. در اینجا هم که متدهای کلینا رو داره خدمت شما توضیح میده، میگه من روی همون عوارض اصلی یا اوریجینال شما اصلاحات رو انجام دادیم. یا میگه نه من یه عوارض اصلیتون رو نگه دارم و یه عوارض جدیدی براتون انتخاب هم. مورد سومی هم که میگه عوارض اصلیتون رو پای کنم و مجددا عوارض جدید که ما به طور پیش‌فرض همون مورد اولی رو انتخاب می‌کنیم. در بحث کانورت سلکتد آبجکت هم خب همگی موارد رو باید انتخاب کنیم. لاین تو پلی لاین، آرک تو پلی لاین، 3D پلی لاین تو پلی لاین و سیرکل تو پلی لاین و مورد آخری هم که خودش به صورت پیش‌فرض از حالت انتخاب در میاد و روی فینیش کلیک می‌کنیم. در این پایین صفحه در قسمت کامند اتوکد برای شما داره میگه من نزدیک 1933 تا عارضه را بر اساس اون خطاهایی که شما برام تعریف کردید حذف کردم و این تعداد عارضه جدیدم براتون ایجاد کرد. بنابراین ما باید این مرحله کلیناپ را تا حدی انجام بدیم که این دوتا مورد ما هر دوتا به صفر برسه. بنابراین در همون صفحه نمایش اتوکد راست کلیک میکنیم و دوباره ریپیت دراوینگ رو انجام میدیم. به صورت پیش‌فرض همون موارد وجود داره. الان ببینید رسید به مورد 934 و این تکرار باید تا جای انجام بشه که ما به عدد صفر برسیم که الان ما به عدد صفر رسیدیم و تمامی خطاهای ما را برطرف کرد. اگر یک مورد دیگه این رو تکرار بکنیم خطاهای ما صفر. بعد در قسمت مپ دیتا باز کلیک میکنید و در اینجا در قسمت توپولوژی بحث کرییت توپولوژی را میخوایم انجام بدیم که نرم افزار یه توپولوژی هم برای ما بسازه. 3 نوع توپولوژی میگه من میتونم براتون بسازم توپولوژی نود، نتورک و پلیگون که به صورت پیش‌فرض خودش رو پلیگون است و ما هم میخوایم در واقع یه توپولوژی پلیگون برای ما بسازه. حالا اینجا میتونید به طور پیش انتخاب کرده خودتون هر اسمی که مد نظرتون بود میتونید اینجا انتخاب بکنید. بعد دیگه روی نکست کلیک میکنید. اینجا هم در واقع میگه تمامی عوارض رو من خودم به صورت پیش‌فرض انتخاب کنم. لایه هم که حالا لایه خودش چون یک لایه بیشتر نیست به طور اتوماتیک در اختیار نرم افزار قرار میگیره. با در اینجا هم سلکت آل را میزنیم. لایه هم دوباره براش تعریف میکنیم که همون لایه قبلیمون هست. نکست میزنیم و اینجا هم میگه نودها رو من در چه لایه که روی کرییت نود کلیک میکنیم و بلوک آمارمون انتخاب میکنیم نکست. بعد در اینجا هم باز لایه مد نظرمون رو انتخاب میکنیم روی نکست. بعد میگه اون سنترید میسینگا رو من کجا بذارم، باز تو همون لایه قبلی نکست. و پنجره آخرم که در واقع میخواد خطاها رو برامون نشون بده میگه من با چه مارکر یا سایز خطا رو براتون نشون بدم که ما اینا رو عدد 1 میذاریم چون 5 خیلی بزرگه و خطاها رو شما به راحتی نمیبینید و روی فینیش کلیک میکنید و به این صورت میبینید که انواع خطاهایی که وجود داره رو با مارکرهای مثلث بندی برای شما نشون داده که ما باید این خطاها رو برطرف کنیم که بتونیم بحث توپولوژی رو انجام بدیم.